نارنجی مدتها بود که منتظر این روز بود. روزی که به آرایشگاه می رفت. او می خواست پشمهایش را مرتب کند و برای یک گردش حسابی آماده شود. میو، امروز خیلی خوشتیپ می شوم. نارنجی با هیجان زیر لب گفت. اما وای، یک اشتباه رخ داد. به جای آرایشگاه، نارنجی وارد یک آزمایشگاه شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ بالاخره پیدات کردم. نمونه شماره ز گربه جهش یافته. دانشمند با لحنی شیطنت‌آمیز گفت. میو، میو. منو کجا آوردید؟ من فقط میخواستم موهام رو کوتاه کنم. نارنجی با ترس گفت. راوی گفت که نارنجی از ترس شروع به دست و پا زدن کرد. نارنجی به دنبال راه فرار میگشت. بالاخره نارنجی توانست فرار کند. اما آیا هنوز هم دلش میخواست به آرایشگاه برود؟ میو. دیگه هیچ وقت.